ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. با افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجامپولو. گفتار 25. عنصری این نوع پس زدن قهرمانانی شاهنامه را نپسندید و گفت لازم نبود. کنایه از شاهنامه است. خوانندگان می توانند این را به حسودی نسبت دهند دادن گیرند. من سلطان و سپاهیان شیرافکنی او را بر حق می ستایم. استاد بیایید با فردوسی یکی طبع آزمایی بکنیم. نیمی عمرش را صرف شاهنامه کرده است. 35 سال. من در این مدت 10 شاهنامه می نوشتم. و گمانم او طبع روان ندارد. من معتقدم که شاهنامه را از طبع روستاییانش با تیشه کندی خیال با 100 رنج و آزار تراشیده برآورده است. می خواهید با وی مشاعره بکنید؟ بلی. 4 مصرع از شعر. 3 مصرع اول را شما، من و باز یگان شاعری دیگر از جدی یا زینتی می گویند. 4م را بگذارید فردوسی بگوید اگر توان. او بازی را خواهد باخت. آنگاه بگذارید خبری مغلوب شدنش در مشاعره به گوش سلطان برسد. مقصدی مرا فهمیدید؟ مقصدتان معلوم. اما اگر وی غالب برآید چی؟ ما 3 مصرع را پیشتر می باخیم و در مشاعره چنین وانمود می کنیم که در همانجا بداهتاً گفته ایم. خود می دانید مصرع 4م را دفعتاً فقط شاعری گفته می تواند که طبعش در غایت روانی باشد. مشاعره بازی نجیبانه است. در وی لطی بازی کردن گناه است. خب پس ما هم شعر را در اثنای مشاعره می گوییم. هم فرخی و هم عنصری بدیهگویانی زبردست بودند. خصوصا استادی فرخی در این هنر مثل شده بود. بیتی چو گشتی به اسپی بدیهه سوار، برآوردی از خیل فکرت دمار، گویا در حق او گفته شده بود. مشاعره بدیهگویی در بین شاعران خیلی رواج داشت. بنابراین روایتی که درباره مشاعره 3 شاعری دربار سلطان محمود با فردوسی در اخبار و تذکره ها آمده است از احتمال دور نیست. صاحبان اخبار در باغ واقع شدن آن مشاعره را ذکر می کنند. در کدام باغ و باغی کی معلوم نیست. بگذار در باغ عنصری یا فرخی یا شاعری دیگری واقع شده باشد. این برای ما و برای خواننده فرقی ندارد. القصه شاعران در منزل یکی از دوستان خود به چی مناسبت جمع آمدند و فردوسی را هم دعوت کردند. به فردوسی پسندیدن سلطان شاهنامه او را تبریک گفتند، شعرها خواندند، مطایبه های ظریفانه کردند. در میانه های صحبت فرخی تکلیف کرد که بیایید عزیزان مشاعره می کنیم. با شرکت استاد فردوسی مشاعره ما باید خیلی گرم و شوق‌آور شود. تکلیف او را حاضران گرم و جوشان طرفداری کردند. آخر مسابقه فکر، مهارت، ذکاوت با کی شوق‌آور نیست؟ حضرت ملیک الشعراء سر کنند ما پیروی می کنیم. با عنصری
خواست. این اه و آه نداهای تحسین و آفرین بودند. در این لحظه با چنین موازینتی سخن، چنین تشبیهی بیکر و کامل را پیدا و معنی را استادانه موزون کرده توانستن شاعر در واقع حیرت انگیز بود. ملیک الشعرا هزار احسنت، ایجاز کردید، ایجاز. گویان دست فردوسی را که در پهلویش نشسته بود بوسید. در مقابل تشبیهات و قافیه های آب شسته و هزاران بار در هزاران شعر تکرار شده، خصوصا در بیت یکم، مصرع فردوسی تماما نو بود. این مشاعره 3 شاعری مشهورترین زمان به زودی در شهر آوازه و 2 بیتی در آن گفته شده ورد زبانها گردید. غلبه فردوسی در آن مسابقه طبع و ذکاوت و تیز هوشی در تاریخ ادبیات ثبت شده و اینک 1000 سال این جانب دوستداران شعر آن را با حسی حیرت و آفرین در حق سخنسرای کبیر طوسی تکرار می کنند. یک پگاه. تیر ماه، سحری بر وقت. شاعری سحرخیز در چارباغ شرف الدین ماهک تنها گردش می کند. و این پگاه در خود یک خوشحالی ناشناخته احساس می نماید که از بازی که به غزنی آمده بود آنگونه خوشحالی به وی روی نداده بود. این کیفیت بیشک از سلامت و کامیاب برگشتن ابودلف از کهستان بود و شاید از توجه سلطان به شاهنامه هم. عبدالواحد قاری فردوسی را زیارت کرده و او واقعه خوانده شدن کتاب در باغ فیروزی و خوش کردن سلطان قصه نبرد رستم با اشکبوس را نقل کرده بود و همچنین پیروزی در مشاعره نیز شاید در خوشحالی شاعر تأثیری داشت. ابودلف از کهستان دیروز برگشت. امیری آنجا از تحفه فردوسی شاد شده و پاداش آن به شاعر 1000 دینار و 1 اسب راهوار فرستاده، این چنین به ابودلف هم 1 اسب بخشیده است. ابودلف را 2 نوکری مسلح امیر برای احتیاط از دزدان و راهزنان تا کابل مشایعت کرده برگشتند. تا پایتخت سلطان آمدن نخواستند، ترسیدند که مبادا آنها را در غزنی به جهت دشمنی بین سلطان و امیران دیلمی بازداشت کنند. راوی از کابل به این سو 1 همسفری پیاده‌اش را به کرا به اسب خود نشانده، خودش اسبی به فردوسی انعام شده را سوار شده آمده است. اسبان انعامی و نگاهبانی سیسان صاحب و بابک سپرده شدند. شاعر در چارباغ سیر می کرد. هوای باغ در غایتی صفای و نظافت. نسیمی سحرگاهی نرم نرم وزیده، بوی بهی و سیب‌هایی هنوز در شاخهای درختان باقی مانده را با بوی خزان و علف و خاشاک شبنم زده آمیخته به هوا میفشاند. بهی طلارنگ
سیب‌های سرخگونه و نقره‌فام با گرانی خود شاخهای درختانشان را خماندند. زردی و سرخی تیرماهی سراسری باغ و بوستان را پوشانده به آنها باز حسنی دیگری بخشیده است. کس از تماشای این حسن و این منظره طبیعت در دلش یک فرحی اندوه آمیز یا حسرت آلودی احساس می کند، مثل این که زنی صاحب جمالی را می بیند که در سال خردگی جمالش رنگ و طرحی پیرانه‌ای گرفته است. شاعر نزد درختی سیبی بلند و پهناوری ایستاده و شاخهای پربار و انبوه آن می نگرد. آنگونه سیبی نهایت شیرین و خوشبوی فقط در این ولایت بار می آورد. بنابراین با نام سیب غزنی مشهور است. گویا هر دانه آن را تا نصف رنگ قرمزی مالیده اند و به نصف دیگرش رنگ کمی کرده است. هر پگاه خدمتگاری ماهک از این سیب و میوه های دیگر یک طبقچه برای فردوسی به حجره وی آورده میماند. خوشه های وزنینی انگوری زرد و سیاه و آبی رنگ از بین برگ های نیمه خزان زده خودنمایی می کنند. اینک انگوری صاحبی کابلستان که همچنین به شیرینی در خراسان مشهور است. اینک تاکزاری کشمشی سرخ و کشمشی سبز. تاکزار در این فصل از بار خالی است. حاصلش را در اولهای تیر ماه کنده تمام می کنند، می خورند و بیشتر می خشکانند. این نوع انگور هم مخصوص غزنی و عموماً زابلستان است. از سخاوت میزبان کشمش ها دایم زیبی دسترخوان شاعرند. میوه دیگری که شاعر آن را خیلی خوش می کند آلویی است با نام آلوی بخارا. شاید ذاتش را از بخارا آورده باشند. آن را خشکانده در یک قسم خوراک ها می اندازند. خوراک را خوش‌طعم و دلکش می کند. خشکش را سوداگران جوال جوال به هندوستان برده می فروشند و مسافران هندی در بازگشت به وطنشان از وی حتما یک خلطه می برند. عجب حلاوتی دارد سیری باغ و بوستان در چنین سحری فرحزایی روان بخش. باری تن سبوک، دل به فرح، فکر روشن، چشمان به جلا. سیله زاغچه ها به قیق و قاق، گنجشک ها، پرستوها به چهچه، کفتر و موسیچه ها در پراپر، همه به طلوع روشنایی شاد و در پی رزقی پگاهانی خود در تکاپو. آبی جویبار مانندی همیشه در زمزمه. از دریچه باغ بابک نمودار شد. گردش میکنید بابا جان؟ بیا بابک جان. ابودلف بیدار شد؟ نه، هنوز خواب. راوی با خوابی طولانی ماندگی راهی دراز را می برآورد. خوب شد که آمدی. بیا من تو را امتحان می کنم. بابک یک قدر هراسیده بیمیل به نزدیک استاد آمد. سبقی نوت را از بر کردی؟ کردم بابا جان، اما نمیدانم همه‌اش به یادم باشد یعنی. حالا ما این را میبینیم. کو بگو وقتی که از بزرگ مهر درباره راستکاری و شایستگی انسان سؤال کردند حکیم چه پاسخ داد؟ بابک فکر کرده از شاهنامه بیت‌های دخلدار را به یاد آورد و درمانده خواند. چنین داد پاسوخ که هر کو زبان زبد بسته دارد نرنجد روان. کسی را ندرد به گفتار پوست بود بر دل انجمن نیز دوست.
بدان کز زبان است مردم برنج، چو رنجیش نخواهی سخن را بسنج. بابک خاموش شد. دیگر؟ پرسید فردوسی. بابک دیگر گفته درماند. دیگر کز بدیهای ناآمده خاطر رسان کرد شاعر. این مصرع اول نوگی رشته بود که بابک آن را کشیده گریه را کشاد و خواند. دیگر کز بدیهای ناآمده، گریزد چو از دام مرغ و دده. نیازد به کاری که ناکردنی است، نیازارد آن را که نازردنی است. ز شادی که فرجام او غم بود، خردمند را آز از آن کم بود. تن آسایی و کاهلی دور کن، بکوش و ز رنجی تنت سور کن. کسی را که کاهل بود گنج نیست، که اندر جهان سودی بی رنج نیست. بارک الله. حافظه خوب داری. او را تعریف کرده ماند فردوسی و افسود: اگر تو این پندها را نه فقط بدانی بلکه به آنها عمل هم بکنی، در زندگیت همه دشواری ها آسان خواهند شد. در قبول شاه. شامگاه در میهمانخانه ماهک فردوسی با او و ابودلف سرگرمی نردبازی بودند. به ناگاه ملازمی آمده شاعر را از نام سلطان به دربار دعوت کرد. دعوت و آن هم در این بی‌وقتی البته غیر چشم داشت بود. فردوسی و ماهک بازی را گذاشته خواطر کشانه به همدیگر نگاه کردند. انشاءالله به خیر است. من تا قلعه همراه شما می روم، گفته ماهک از جا برخاست. شاعر زود سله و جامه کرد. با ملازم هر چهار بعد یگان نیم ساعت به قلعه رسیدند. شب در آمده بود. در بالای دروازه بلند آهنکوب دو فانوسی کلان از دو بر، میدانچه پیش دروازه را روشن و دو پاسبانی کلاه‌های دو شاخه بر سر و با نیزه و کمان و تیرکش‌های پر از تیر مسلح شده را نمودار کرد. ملازم به پاسبانها فرمان سلطان، شاعر فردوسی گویان همراهش را شناسانده او را به قلعه درآورد. ماهک و ابودلف در سبب دعوت ناگهانی به هر گونه خیالها رفته عقیب گشتند. در بارگاه دارالسلطنه، خانه کلانی درازرویی گچکاری و تلاکاری شده که آن را قندیل آویزانی پرنور روشن می کرد، سلطان با وزیر میوندی و دو مرد کهنسال صحبت داشت. فردوسی سلطان را باری اول می دید. وی مردی سینش به نظر در حدود 40 تا قین اندام، چشمانش کوچکی کبودتاق، پیشانیش یک قدر برجسته، ریشی گرده خردترکی بر زنخدانش رسته، چهرهش سبزینه، در تنش عبای آسمانی رنگی زربفت، در سرش کلاهی بلندی مرصع بلعل و گوهر و فیروزه و در پایش کفشی زرندودی نوک بالا، در پیشگاه
بر کرسی زرنگار نشسته بود. در دست راستش میوندی و در چپش پیرمردی تنومندی و ریش‌درازی پرزده روی بر کرسی‌های خردتر جای گرفته بودند. در عقیب‌تری کرسی شاه از دستی چپ یک مردی لاغر بدنی گردنباریکی دراز روی، قاری عبدالواحدی عقیلی نشسته کتاب قفسی را روی زانویش نگاه می داشت. کتاب شاهنامه بود. پیرمردی پرزده روی را فردوسی نشناخت، ولی موی سفیدی کوتاه ریش خوش‌سیما و نورانی را که در زمین روی قالینی سرخ نشسته بود زود شناخت. وی ابو محامدی جوهری زرگر بود. شاعری هراتی یک قصیده کلانی در مدح سلطان گفته‌اش را آورده به او گذرانیده و اکنون در دربار شرف قبول یافته بود. فردوسی دست به پیش گرفته به نزدیک سلطان رفت، تعظیم به جا آورد. توسی هستی؟ سؤالی نخستینی وی از شاعر چنین بود. فردوسی به علامتی تصدیق باز نیمه تعظیم کرد. میداند که توسیم چرا میپرسد؟ تعجب کرد فردوسی. او چون شنیده بود که سلطان مردم توس را شیعه های باطینی و قرمطی می نامد و بد می بیند، از سؤال او فاری بد گرفت. عجب نیست با من درشتی کند. تاریخ ملوک را 35 سال نظم کرده ای؟ باز پرسید سلطان. خیلی با حوصله بوده ای. چند بیت؟ 60,000. 60,000 زیر لب تکرار کرد سلطان و باز پرسید. کتابی با این مقدار بیت در عجم باز هست؟ تا کنون به نظری بنده نرسیده است، جواب داد فردوسی. در عرب دیوانهای شعرای عرب هستند، ولی بنده از ایشان دیوانی بیش از 30,000 بیت ندیدم. از نظم کردن شاهنامه مقصودت چی بوده است؟ از شاهان سیله فراوان گرفتن و توانگر شدن؟ نه اعلی حضرت، مقصودم تنها این نبود. البته چنین امیدم نیز بود که زارا در پیری بی نیازی بیابم، اما مقصد عمده به لطف و عنایت خداوندی تاریخ ملوک و آثار و حکمت عجم را زنده گردانیدن بود، با گفتاری سره و دلپذیر اگر توانم، تا در جهان از خود یادگار باقی گذاشته باشم. سلطان از شاعر چشم کنده یک دم خاموش ماند. مژگان به هم میزد، گویا فکر میکرد که باز چی سؤالی دهد. نهایت از مشاعره یادآور شد. با شعرا مشاعره کردی، یک نام را از تاریخ ملوک قافیه ساختی و غریب شدی. بیت چی بود؟ گوینده به عقیلی نگریست. قاری در حال جواب داد. مژگانت همی گذر کند از جوشن از اسجدی، جوابی فردوسی مانندی سنانی گیو در جنگی پشن. خوب گفته. و جوهری زرگر نظر افکند سلطان. بسیار عالی شاهم، تعظیم کرد جوهری. قریحه این مهمان توسی ما در بدیهه گفتن هم بلند بوده است، گفت میوندی و افسود. اصلا این عجابتی ندارد. آخر وی در شاهنامه 60,000 بیت گفته است که به قول اسجدی همه سره بی تکرار و اکثرا سهل ممتنی بوده است. به قول اسجدی مگر خودت نخوانده ای؟ پرسید سلطان از وزیر. فرصت نیافتم که همه را بخوانم، فقط 2-3 صفحه از هر جا به انتخاب مطالعه کردم، گفت میوندی. ابیات خوانده‌ات را چگونه یافتی؟ پسندیدی؟ شعر بود، موزون بود، روان بود. دیگر چه قضاوت کنم؟ سلطان فردوسی را نشان داده از جوهری زرگر پرسید. تو اشعاری او را خوانده ای یا نه؟
حضرت فردوسی در هرات شاهنامه را چند گاهی لطفاً به فقیر داده بودند. خواندم، بسیار حظ بردم. با تعظیم جواب داد موی سفید: تاریخ ملوک را خوب نظم کرده است؟ با سؤال داد سلطان. بی نظیر، بغایت استادانه شاهم، گفت جوهری و سپس چنین سخنانی طمطراقانه که در آن زمان رسم بود بر زبان راند. و عقیده این فقیر از بازی که کلامی موزون فارسی ظهور کرده است، شاعری به دنیا نآمده است که نه چنین داستانهای عالم آشوب نگاشته، لعالی شاهواری معانی را به سلکی نظم کشیده و نه گاهی چنین دری آبداری سخن به گوش مستمعان رسانیده باشد. مقام شاهنامه در بلندترین درجات سخنوری و رفیعترین پایه ارجمندی است سلطانم. همه هنر، همه حسن، همه ذوق، همه حکمت. سخنی استادی بزرگ مفاخرت و مروت و دلیری و تحور و عیش و طرب می انگیزد و قاری و سامی را شرافت و نجابه می آموزد و در همه حال طبع محزون را تسکین و خاطری محموم را تسلی می بخشد. شما گفتار 25 را از روی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.